به مادر سپرد اون همه خواسته، از آن خواسته شد دل آراسته. گفت مادر دستت بگیر. یه مشت جواهرا رو گذاشت تو دست مادرش، گفت امپراتور افراسیاب به من گفته یک دشمنی دارم به نام رستم، میخوام برم هر رستم رو بذارم جلو افراسیاب. یه مرتبه مادر برزو رفت تو فکر. میدونین چرا رفت تو فکر؟ اسمش ملیحه هست. این زن سهراب بوده. سهراب که کشته شده به دست رستم، این داره پی بهانه میگرده برزو هم پسر سهرابه. مادر برزو ملیحه گفت پسرم اگر میخوای با افراسیاب بری جبهه جنگ و اعلان جنگ به رستم بدی، تو که از لحاظ شمشیر و نیزه و خنجر و پرتاب خشت پران و پرتاب نیزه و تیراندازی و فنون کشتی و سوارکاری و اینا رو دوره ندیدی. گفت مادر همه رو یادم میدم.